تئوری سوسک. داستانی که در این رابطه وجود داره مربوط میشه به ساندرا پیچای. ساندرا پیچای یک مهندس و مدیر اجرایی هندی تبار توی حوزه فناوری اطلاعاته که از سال 2015 به عنوان مدیر اجرایی شرکت گوگل انتخاب شده. اینجور که ساندرا میگه توی یه رستوران یه سوسک اتفاقی از جای پر میزن و روی یه خانم میشین. اون خانم از روی ترس شروع به فریاد کشیدن میکنه. وحشت زده بلند میشه و سعی میکنه با پریدن و تکون دادن دستاش سوسک رو از خودش دور کنه. واکنش اون خانم به همه افرادی که سر اون میز نشسته بودن سرایت کنه و همه وحشت زده میشن. بالاخره اون خانم موفق میشه سوسک رو از خودش دور کنه. سوسک پر میزنه و روی خانم دیگه میشین. این بار نوبت اون خانم و اطرافیاش میشه که همین حرکت‌ها رو تکرار کنه. پیشخدمت به سمتشون میره تا بهشون کمک. در اثر واکنش خانم دوم این بار سوسک پر میزنه و روی پیشخدمت میشینه. پیشخدمت محکم میسته و به رفتار سوسک روی لباسش نگاه میکنه. ساندرا که این جریان رو میبینه ذهنش درگیر این موضوع میشه که آیا سوسک باعث رفتار هیستریک شده؟ اگه اینطوره چرا پیشخدمت دچار این رفتار نشد؟ چرا پیشخدمت تقریبا به بهترین شکل ممکن این مسئله رو حل کرده و بدون اینکه آشفتگی ایجاد کنه؟ پس این سوسک نبوده که باعث این ناآرامی و ناراحتی توی خانوما شده، بلکه عدم تواناییشون در برخورد با سوسک باعث ناراحتیشون شده. این داستان به ما میگه این فریاد پدر، همسر یا مدیر بر سر ما نیست که ما رو ناراحت میکنه. این ترافیک بزرگراه نیست که ما رو ناراحت میکنه. این ناتوانی ما در برخورد با این پدیده هاست که باعث ناراحتی ما میشه. در زندگی نباید به هر عامل بیرونی واکنش نشان داد، بلکه باید پاسخ داد. اون خانم‌ها به اتفاق رخ داده واکنش نشون داد، در حالی که پیشخدمت در مواجهه با اون اتفاق رخ داده پاسخ داد. واکنش‌ها همیشه غریزی هستن، در حالی که پاسخ‌ها همیشه با تفکر هم. این بود مفهوم بسیار مهم در فهم زندگی. آدمی که خوشحاله به این خاطر نیست که همه ابعاد زندگیش درست میشه، بلکه اون فرد به این خاطر خوشحاله که دیدگاهش نسبت به مسائل درسته. این پست رو برای کسایی که فکر میکنی بهش احتیاج دارن ارسال. منو لایک کن، سیف کن تا گمم نکن. برام باهاش بنویس. دیدگاه من جاذبه آرامش است. متشکرم که به من گوش سپردید. به امید دیدار.